سلام به همگی، شب و روزتون بخیر. میگم مردم ایران تو این سالیان عربده کشی آخوندا رو زیاد دیده بودن، اما حالا دور افلاس ولایت و عجز و لابه های آخوندا، اونم پشت میز مذاکرات وین 6 نگو، دستگاه آبگور ساز ولایت بگو. استکبار میگوید همه باید در مقابل من تسلیم شوند، یعنی اون چرا که ما میخواهیم باید باشه. از این دایناسور عمامدار تا تیم آبلنبوی مذاکره کننده و تیوی ریش و خلاصه همه جونه برای نظام کارشون شده آقا آه و ناله از زیاده خواهی های طرف مقابل. هرچند جمهوری اسلامی ایران گرداندن چرخ اقتصاد خود را با اتخاذ راهبرد اتکا به درون به مقوله مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها گره نزده است، اما نحوه مواجهه طرف غربی با مقوله تحریم‌ها در مذاکرات هسته‌ای سنگ محک مناسبی برای ارزیابی میزان صداقت آنها در رویارویی دیپلماتیک با ملت ایران محسوب می‌شود. آره، چرخ اقتصاد و به رفع تحریما گره نزدید، چسب دوقلو زدید. سنگ محک چیه شوتی؟ چرا نمیگی طرف حسابا گفتن که اگر عظما تا پای آخرش اتمی رو نسلفه 5+1 منهای 6 میشن 0، یعنی همه مذاکرات رو ترک میکنن. راستی داستان قطعنامه جدید چیه؟ تصویب بی صدای قطعنامه جدید شورای امنیت علیه ایران و تأثیر آن بر وین 6. در این قطعنامه که به شماره 2159 در تاریخ 9 ژوئن و بر اساس فصل 7 منشور به اتفاق آرا به تصویب رسیده است، اصل گفتمان غربی پایدارسازی نگاه امنیتی به مسئله هسته‌ای ایران از یک سو و استمرار وضعیت ایران تحت فصل 7 منشور تنفیذ شده است، با در نظر گرفتن دو مسیر موازی موجود در خصوص حل و فصل مسئله هسته‌ای ایران، یعنی فضای مذاکراتی در وین و فضای فشار از بیرون، لزوم هوشمندی دیپلماسی هسته‌ای کشورمان مضاعف می‌گردد. نمیخواد دیپلماسی هسته‌ای رو هوشمندش کنید، جای این کارا باید معده علیگدا رو گشاد کنید که زهر بیشتری توش جاشه. راستی سخنگوی لیدی اشتون چی گفت؟ کسی حرفاشو شنیده؟ مایکل مان سخنگوی اشتون در محل استقرار خبرنگاران حاضر شد و گفت که فضای حاکم بر مذاکرات مثبت و جدیه. البته مان این را هم گفت که اشتون با یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی ظهر امروز در وین دیدار کرده. قرار امروز بعد از ظهر کشورهای 5+1 با اشتون دیدار کنند. میخوایم با تلاش کار کنیم تا پیش از 20 جولای به توافق دست یابیم. امیدواریم که ایرانی ها هم همین هدف رو دنبال کنند. البته مان هدفدار و اون هم یک طرفه تلاش ها رو در 5+1 خلاصه میکنه، بدون اینکه توضیح بده که نمایندگان کشورمان برای حل بحرانی غیر ضروری از کی و چگونه از هیچ تلاشی نگذشتن. ببین زهرخوری چه به روز ولایت آورده که دیگه رفقای همیشگی و طرف حسابای مماشاتگر عظما هم بوی الرحمن ولایت رو شنیدن و جای دست کشیدن به ریش شیخ پری ریششو چسبیدن و ول نمی کنن. دیپلمات‌های غربی گفتند رژیم ایران در گفتگو با قدرت‌های جهان خواسته خود در رابطه با ابعاد برنامه غنیسازی اتمی آینده را کاهش داده است. اگرچه دولت‌های غربی از ایران خواهان مصالحه بیشتری هستند. یک مقام مذاکره کننده رژیم ایران به رویتر گفت: همانطور که گفته ایم ما آماده تضمین دادن به جهان هستیم که ما به دنبال بمب نمی باشیم. او افزود: چند هزار سانتریفیوژ بیشتر یا کمتر فرقی نمی کنند. رفقا این که شنیدید نقل قول از رویتر بود. حالا ببینید مم جواد ظریف با اون فیگور بسیجی کشش تو تیویریش چی گفته. As we approach July 20th, I feel compelled to warn again that pursuing a game of chicken
in an attempt to extract last-minute concessions cannot achieve anything better than what it achieved in 2005. To those who continue to believe that sanctions brought Iran to the negotiating table, I can only say that pressure has been tried for the past 8 years. In fact, for the past 35 years. It didn't bring the Iranian people to kneel in submission, and it will not now, nor in the future. ببین ظریف و دوله اعتدال مسلک، شاید با این حرفا بتونی بسیجی ها رو خر کنی، اما سر موشکاف که نمیتونی کلا بذاری. با این حال خیالی نیست، بازی شاهین و قمری رو هم بذار کنار، جای این افها افعی ولایت رو بچسب که جای نیش زدن اونم از نوع زهردارش فعلا باید زهر بخوره، هی بخوره هی بخوره.